با نام خدا و با عرض سلام احترام خدمت شما دوستای نازنین، خوشحالم که یک روز دیگر فرا رسید که در خدمت شما باشیم. از برنامه رمضانی یا افطاری بگیم به خدمت شما هستیم از کانال هراتبورگ. دوستای نازنین، اول خواهش شما اینه که کانال هراتبورگ فراموش نکنیم، سابسکرایب کنیم، لایک کنیم، شیر کنیم، همه زنگولگه کردم فشار بدیم. نمایشنامه، گزارش‌ها، بالاخره برنامه رمضانی همه داخل مو هسته، میتونیم مشاهده کنیم. امروز برنامه ویژه برنامه رمضانی در خدمت شما هستیم. میریم با دوستا سوال جوابا داریم که سعی کنیم ماه مبارک رمضان هم کاروبار خوبه، چقدر بتونستم روزه گرفتم. همراه ما باشید. ماما جان سلام. سلام. ساعت شما خوبه؟ زنده باشیم. سلامت باشیم. نام شریف شما؟ نامم عبدالغفور. بسیار خوب، بسیار خوب. ماما جان گپ بزنین که اینجا بیایم مستشیم. گپ بزنین که روزه هم که انشالله داریم. بله البته. ماشاءالله. خب از چند سالگی روزه میگیریم ماما؟ یا شما هسته؟ تا مامی دست راست چپ خور که میفهمیدیم بله ما روزه داریم. در غیر از او ما دیگه خود بودیم نمیفهمیدیم که روزه چیه و گناه چیه و در غیر از او. یعنی مثل ما دست چپ راست خور فهمیدیم، ما که به 30 سالگی دست چپ راست البته شما مامی تو بده سن 35 ممکن داره. خوبه 35. بسیار خوب. این روزا چند روزی که از ماه مبارک رمضان گذشته ماما جان، روزه چی رقمه ولی شما؟ خوبه، میرمون خدا خوب، هوای خوش، خدا بیغمی بیدردی بده. خوب هوای با ما تاثیر نکرده، چون که خیال میگن روزه مال نداریم، چون که هوا خنک خوب ماه مبارک خدا بیغمی بده. من تو کمی قیمتی هست از حساب گوشت، امال ما گوشت میستونه، گوشت دیسال سیری به گوشت کله. خب ام مجبوریه، اگه نه که دل ما که گوشت گو گوساله بستونیم همین یک کمی پایین‌تر میاد. انال گوشت گو به 400 میگن، گوسفند به 500 میگن، ما قوت ما نمیکشه. ما به مینا است فرد خور میکنیم دیگه چیکار؟ چرا علتی چیه که گزا گیرون؟ دیگه با خدا نمیفهم دیگه، میگم مال گیرونه و وقتی که سعی میکنی مال بیت ارزون گوشتی تا گیرون، یعنی نمیفهم مشکلات چیه. بسیار خوب. سن شما چنده؟ 40. چند؟ 40. کمتر بگم. یک ساعت و 20 دقیقه ما انگ کردم، یعنی میتا خود تعجب کردم، میتا بموندم دیگه چی نیه گپ که ما بگم که چی بگم، ما چی بپرسم. اینا 80 هم میگم 40. خب شما گوش کشید. من نسبه گفتم که خاطر تسلی دل شما باشه. اوی تو بگیم ها دیگه ماما جان. بسیار خوب من میگم. خب ماما جان، زمان قدیم همه افطاری چی رقم بوده؟ با مسجد ها چی میبردن به افطاری؟ دیگه والا بند میفتیم خیلی تو کشال نگیریم. مثال کم توضیح بده. توضیح دیگه وعده قدیم قلوری بوده، فینی بوده، دیگه سیمی حلوایی بوده، اینی شی میایی بوده. حالا که هسته میوای خشک و تر میبینم اونا رو حالا بیخی برکنه. وقتی که همونا گم شد خیر برکت گم شد. چند ساعت به آذان شم میموندک شما به خاطر یک پخشاب قلور یا شولماش دویدری به مسجد پاچا خورور میزدین؟ 20 دقیقه جلوتر ما پاچا ورزده بود، آماده بودیم که کی آذان میدن که ما شروع کنیم با خوردن. اگه به خاطر همو قلورا شولماشا نبودی که بخول شما نمیرفتین؟ نه اشتر نمیرفتین دیگه، حتما دیگه اگه نرفتی هم مجبوری واسطه که شکم ما گوشنه مسجد هم بیازیم و نماز میریم. خب یعنی میخوردین که افطار. خب دیگه اینایی که نافهمتر هم بودن اینا هم میدیدم، مثل ما میرفتم به میستانه تمام ایره خبر نداشتن که اینا روزه دارن از صبح تا شام. اینا گوشنگی توشنگی اینا رو علاق داره، میگن زودتر که هم آذان دهن که ما افطار خوب کنیم. بسیار خب. موتر دی همه شما صدا میکنه به کدو دی میریم؟ بله ما به چونگر میریم و موتر سویه بازم لین دیمونه. بسیار خوب، بسیار خوب. خوشحال شدیم ماما جان. میگم شب خود ما نمیریم. بله بنندای عزیز ما امشب افطار نره ماما دیگه بیاین. های های سعی کنیم بنندای عزیز ما افطاری
خب باشه بیاین بینندای عزیز. خنده نباشین. سلام علیکم. ساعت شما خوبه؟ تیار خوشحاله. زنده باشیم. خود ماه مبارک رمضان اشتنیم. خوبیم الحمدلله. روزه داریم. بله شکر. گردن ما بند باشه چی میجیم؟ ساقج نیه بدن شما؟ نه ساقج نه. خب بسیار خوب. از صبح آمدیم به شهر به خرید. برای چی آمدیم؟ همیته دیگه افطاری پایین بالا دیگه میتونیم. چی مثلا خریدیم؟ بله روزه دارم بله. چی خریدیم؟ افطاری جلیبی دیگه میته بنده به ساعت خورما ایت چیزا. خب به مو طرف خود چی خریدیم؟ به طرف مخصوص خورما. به خود چای ها میخوریم یا خود شلماشا سرشون؟ خود شلماش که نمیشه دیگه خود. نه اول افطار میکنم بعد بروی انقضا میخورم دیگه. چرا ما سرپیچون میکنیم؟ نه سرپیچون نی. خب شیر پره هم بستان نه شیر پره نست. چرا البته نماییم؟ نداشتیم پول نداشتیم. نه یا اون نماییم؟ نه دیگه چیزا استفاده نمی‌کنیم. خب مثلا چی خوردنی؟ گوشت بله دیگه شی نه. گوشت بسیار خوب. به نظری شما همین چند روز ماه مبارک رمضان قیمتی نشده جنسا خوراکی؟ خب دیگه همه شرایط میتونه دیگه تقصیر از ما نیه تقصیر از شما و یک دیگه هم نیه. شما به حیث یک مستفید خواهش شما از برادرای تاجر چیه که به حق از این مسکینا و از این گریونا از این بیچارهایی که کارگرم به می ماه مبارک رمضان چه کار کنم چقدر جنس پین بیارم؟ اینو اگر لطف کنم میروانی کنم این مردم همه گی داره بداره همه داره بداره کار نیه زندگی نیه او نیه هیچ چیز نداره مردم. یعنی خواهش شما اینه که بعد کمک نخرار ارزون تر کنم. نخرار ارزون تر کنم مرآت کنم به مسلمانایی که تک تکه. بسیار خوب. برین چاشت خود شما بفرمایید شو افطار بریم خود ما. یورو صدمند باشیم. سفر خوش داشته باشیم. به کدوده میریم بخیر؟ به کشکک. کشکک. چرا میگن کشکک؟ نمیفهمم. به خود ما پشت زرقون و مال به کشکک 12 13 سال میشه. بسیار خوب. بخیر بریم موتر کشکک. اگه کسی نیه که من بشینم. نه هست. خلیفه بیاین لالا بشینین که کشکک یک ما دیگه نمیرسیم. نه جور تیار باشیم. بخیر برین سفر خوش داشته باشیم. بخیر برین. دیدید السلام علیکم. سلام علیکم. قربان شما صحت شما خوبه لالا؟ شما خوبه سلامت زنده باشیم. ماه مبارک رمضان هر چی که من دوستا دکاندارا دیدم پینک و تروش بود صحبت کردن نمیتونستم. شما از این میدن قش کده مخندیده خیریت باشه. خیریت برو. همین خنده شما که میخندیم دو علته یا خیلی شادیم یا روزه نداریم؟ روزه دارم برو شادم. ماشاءالله. خب ادمی که سحری کردیم تا حال چند ساعت میشه روزه داریم؟ دیگه حساب کنیم هر ساعت یکنیم بجه دیگه بیشتر شاید باشه. 2 بجه. خب 2 بجه ساعت 3 من سحری کردیم. سحری ساعت 3 بجه. خب 3 بجه سحری کردیم تا حال چند ساعت میشه؟ 2 تا به 3 حساب کنیم دیگه چند ساعت میشه. نه شما بگیم که به شما جایزه بدیم اگه برنده شدیم. قول ما و شما بیننده همینه که اگه برنده شدیم دقیق گفتیم ما برای شما جایزه میدم اگه بای دادیم مگر هم یک قرائت ختم کنیم یا قولی بخونیم یا یک نتی. نه دیگه شوخی نکنی. بدون شوخی 11 ساعت میشه 11 ساعت. بیشتر نمیشه. همین 11 ساعته. 1 ساعت شورت میزنیم و چرد بخوسه میکنیم 12 ساعت میشه. خب بخول 12 سال 1 ساعتی بریای بابا بخول نمیشه دیگه. یک نتی شما باید بخونید یا یک شعر بگیرید. نتی دیگه چی بگیم؟ اللهم صل علی محمد و علی آل و اصحاب محمد. قربان شما. تشکر از شما. دکونه شما نه لالا؟ نه از برادرمونه. خب شما اینجا پس مزایمه؟ نه مزایم نیم هم اینجا کار میکنه. آها به حساب شاگردیم. خب چند میدم برای شما؟ برای 4-5 هزار میدم. 4-5 هزاره؟
بسیار خوب. بلندای عزیز ما بالا سر می لالا برن که سعی کنم اینا رو بخل. خوب است که. خب بسیار خوب. کاروبار خوبه. شکر خوبه چه کار کنیم میگذرونیم. خب یک کمک که بس بابت ماه مبارک رمضان نخراب پین نماده. نه هیچ چی پین نماده. چرا؟ خواهش شما از برادرای تاجر چیه؟ همینه که کم ارزونی بشه کم رم کنم رم بال ما داشته باشم. مثال میگم شما یک شخص تاجری می بودیم با قاضی مردم چه کار میکرد؟ والا تاجرها ظلم میکنم. نه شما چه کار میکرد؟ ما اگه تاجری بده این کارا نمیکردم. ارزونی میآوردیم. خیلی گرونیه. تشکر از شما. زنده باشین. خوشحال شدم. سلام لالا جان. و علیکم سلام. ساعت شما خوبه؟ شکر تیار خوشحالیم بخیرین. قربان شما. خندون معلوم میشیم روزه داریم. بله او. ماشاءالله. چند روزه میگیریم؟ امرو 5 روزه فکر کنم 4. 5 روزه. بسیار خوب. از چند سالگی روزه میگیریم؟ میر بگیم. از 15 سالگی. 15 سالگی. خب چرا به سندای ده که بودیم روزه نگرفتیم؟ دیگه نمیشد دیگه که بگیریم. چرا نمیشد؟ دیگه خود بودیم. شما 10 ساله باشیم خوردی؟ بله او. بسیار خوب. ماه مبارک رمضان هم است. روزه هم داریم. یک شخص موتور خور میارم شما مستریم. همون جور نمیکنیم. مثلا اعصاب از اون لالا خراب میشه به سر شما. شما چی عکس العمل نشون میدید؟ دیگه ما روزه نمیشه مثل از اینا. چه کنیم؟ اینا چند روز میشه واسطه مسکل مثلا؟ 2 روزه. خب تمام این سیستم از این سکل به هم ریختیم چی مشکل پیش؟ این دیگه وایرینگ کشی هم صفحه کلاچ هم به حساب چراغای چک ما اینا. خب این به چند تیار میکنیم؟ این به کلان بگم خودم پرزایو. بله. به 1000. به 1000. چند ساعت کار داره؟ این دیگه از صبح تا 12 کار داره. خب از 1000 چند شما مصرف میکنه؟ از 1000 200 دستمزد نه دیگه. نه حقیقت بگیم دیگه سعی کنیم به پیش 5 نمیشه پیش سای 5 هم 5 دیگه جمع زدیم 1000 شد 1200 برای ما میمونه دیگه پرزا میخوره ایس. یعنی حقیقت پینجه اگر پرزای بمونه دیگه پینجه پرزا میمونه پینجه شاگردونگی 200 هم برای شما دستمزد میدن 300 سدی هم میدن که روشن کنه. نه بابا ولی وقتی که ما دیگه پینجه یا سدی رو دیگه روشن کنیم. خب چرا بعضی سکله را پیش مستری ها میاریم همه لوستر میبریم اگر خود پس صدا کنیم که روشن کنه دیگه چیزی هست بعضی سکله میترسه. حقیقت راستی بگیم بدون از ماه مبارک رمضان تا سوء استفاده هم بکردیم. نه خیر از ما فرق نکنه که ماه روزه باشه یا دیگه وقت باشه سوء استفاده نداریم. از ما کار ما همیشه به یک حالته. حقیقت. بله. بسیار خوب. دیگه ما میشناسم این منطقه عمل آدمای دارن که اپل مالون و از این طرفات دیال به اینجا میاین. این همی بوده بیبی هم شما رو میشناخته. درسته؟ بله. تو همه چلی مار ببر پیش لالا که تیار کنم. تیار دم یک روز. تیار باشیم. خوشحال شدیم لالا. یک کمک تاب شما وایه. حتما خونه‌دار هستیم. اولاد چیزی هم داریم. بله. خود اولادام هم رفتار میکنیم. بله همیشه میتونیم. خلق خوشی داریم دیگه. چند سال عروسی کردیم؟ 4 سال. نام خدا. دفعه اوله. بله. خب به نیت شما دیگه هم هست؟ فعلا نکن اخی. نه ترسیم یک بیخکلگیه. ترسیدن نداره ما که بگیم اگه زن هست باشه میتونم رو برای اینا میگیم که زن. خب فامیلای هم یا بیگونه هم؟ فامیلا. بسیار خوب.
خوشحال شدیم وقت شما رو 10 دقیقه بگرفتیم. تشکر از شما. زنده باشین. سلام. بخیر باشین. دست خود شما نمیدین که ما هم سیاه میشیم. گپی نیست. بخیر بخیر باشین. باشین. دوستای نازنین ما را همراهی کنین یک چند تا دکان دیگه هم بریم که دوستا سعی کنیم ان شاء شوای تقریبا اول ماه مبارک رمضان کم دوستا انرژی دارم دیگه باز به 15 و 20 برسه سعی کنیم که با انرژی نو کم نمیشه ان شاء الله. ما انسان ها که هستیم مسلمان ها همیت ایمان قوی دارم ان شاء الله به یک ماکو روی خود دست نمیدم که روزه یک دم خدای نکرده بخورم. بیایم همراه ما باشیم. از ساعتی که شما سحری کردیم تا بال چند ساعت میشه؟ تا باله دقیقا خبر نیم واقعا. همین تو بازم بگیم بلکن برنده شیم یک سیب به شما میدیم. یک سیب که ما به شما سیب بده. خیر بینین. تقریبا چند ساعت میشه؟ حال ساعت حدودا شاید 2 باشه، 2 بیجه بگیریم. 700 شاید تقریبا داشت. 700 میشه راست میگه. از ساعت 3 بیجه دیشب تا بال 2 بیجه 700 میشه. شما 5 ساعت بدی کار شده. 5 ساعت؟ بله حتما از صبح تا حال شما نون میخوره. نه چرا نون بخوره؟ و چاش چی خورده مایقا؟ چاش دیگه فعلا تماشای نور میکنن تا افطار بشه. ماشاءالله. از چند سالگی لالا روزه میگیری؟ از 7 سالگی. از 7 سالگی. بله. خب با بیننده توضیح بدیم چون بعض دوستا شاید روزه نگیرم شاید خیلی کم کار ندارم هر کس اعمال و کاریاب. روزه به می وجود چقدر فایده داره؟ 30 روز که ما و شما روزه میگیریم. 30 روز روزه برای از اینکه بسته بدن پاک تمیز چربی میکشه بسته فایده هم داره. خب فعلا کل اعضای بدن است بر حال استراحت. میمون الله پاک هم هستی. بشک بله. خب شما به حیث یک جوان بله. خواهش شما از دوستا چی از برادرها؟ خیلی من از مردم معذرت میخوام از دوستا خیلی معذرت میخوام همه نمیگم احتمال داره چون ما بدیدیم که بعضا دوستا جوانم اموت هیکل اموت قدرت هیچ جام وجود اینا مریضی نداره روزه میخورم. شما خواهش شما چیه؟ خواهش ما اینه که روزه به هر سال یک بار میمانمونه مبارک که میمانمونه باید از او پذیرایی بکنیم به در حال از او باید نماز بخونیم روزه بگیریم نماز تراویح بریم دروغ نگیم حق و حقدار برسونه. ماشاءالله ای خیر ببینیم. سر شمم دم کازان شم میده که افطار میکنم مثل لالا زودتر به مسجد بریم مثلا که از حلوا و شل ماشا و قلور شیرا اینا نمونه ایران بگیم دیگه او دیگه کار که دوست داشته باشه علاقمند باشه بعضا به مسجد میرم واسه شل ماش و اشقروت اینا نمیرم واسه که رضای بی غیر از شما هرگه کبره میگه گپ خورد راست من یه بچه خورد بپرس یعنی از من یعنی حقیقت میتونیه ولی هستش تنیا بعد چند ساعت جلوتر به خاطر همین پخشاب شلماش میریم شما هیچی وقت که دکون پادر هوا میگذاریم دکون دیگه هستیم دکون و دکون که بسته کنیم میریم به نماز خدا قبول کنه افطار میکنه نماز میخوان. خب ایتا آزان که میدم دیگه چورو چپاول شما دیگه نه استغفر الله نه حقیقت نیه نه. خب چند غوری خور مصرف میکنه؟ من یک که باشم سرم یک قریم دیگه. بسیار خوب. خب خوشحال شدیم. تشکر. بعد از نماز بعد از تراویح به می عمر خوب به رمضانی هم برفتیم؟ به رمضانی تا حالا نرفتیم نه. شخص هم بوده دم خونه شما به رمضانی آمده؟ بله هاشتن آمده. خب چی دادیم بر اینا؟ خدا واسه دیگه هر چیزی که بود یا پول بود یا میدم نون بود هر چی که بود. خب اطلاعی دارین که میگم یا سنگ پیمان یا کوزی او یعنی چی؟ یا سنگ پیمان یا کوزی او یا مودم اگه میدم نون یا پول یا دیگه چیزی دست دادم نبود یا یک دقیقه یک بشکه او هست. خب سنگ پیمان چی؟ سنگ پیمان
اما پول منظوری اگه می سنگ پیمان از هوا یله دم به سر دم پادم نرم نمیشه. سنگ پیمان نرچه اگه میدم پول باشه چرا نرم شده که. تیار خوشحال باشیم. خوشحال شدیم دیدن شما. بریم افطار خود شما. بفرمایید. بخیر باشید. جور باشیم. دوستای نازنین قربان شما. دوستای نازنین کانال ایرادبرگ در خدمت شما نه. فقط توصیم برای شما همینه. ما شما چیزی کنه میخواین که گفتم یک دایی بدین. وکیلم جان بگفتم یک دایی بدین. فقط سابسکرایب، لایک، شیر زنگولگه گردن بزغالمون میگن دینگ دینگ دونگ دونگ دینگ دینگ دونگ. انا میرن قرار که دیگه فشار بدیم نمایشنامه و گزارش ها افتریا انا همه مشاهده میکنین دیگه. ما دیگه خواهش شما